سلام و وقتتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید پروسه معاشات NTA تا ماه حمل ادامه یابد. وی گفته است در جلسات بعدی لایحه عملی این پروسه برای بعد از ماه حمل اتخاذ خواهد شد. د افغانستان بانک میگوید افغانستان در سال 2020 به ارزش 194 میلیون دلار بیش از 7000 تن صادرات از طریق دهلیزهای هوایی کرده است. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور میگوید دولت افغانستان هیچ گونه مخالفت با حضور طالبان در انتخابات ندارد و افزوده است دولت حقوق طالبان را من حیث اتباع کشور درک میکنند. محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخلی کشور میگوید تا اخیر سال 2024 شمار پلیس زن در کشور به 10,000 خواهد رسید و افزوده است اکنون 4,000 زن در صفوف پلیس مصروف خدمت اند. و دو تن از وزیران پیشین وزارت دفاع آمریکا بر دوام حضور نیروهای خارجی در افغانستان تاکید کردند. رابرت گیتس و مارک اسپر از جو بایدن خواستند تا در ماه می سربازانش را از افغانستان خارج نکنند.